موضوع صحبت عزیز من، یکی رضای الله هست، دو چیزی که خدا میفروشد، و دوم عفو خداست. عفو خدا که نصیب من و تو میگردد. یک بار خوب بگو الحمدلله. تو به من بگو به آواز بلند، اگر کسی در این ماه بخشیده نشود کی بخشیده خواهد شد؟ اگر کسی در این ماه توبه نکند کی توبه خواهد کرد؟ اگر کسی در این ماه به سمت خدا نرود کی خواهد به سمت الله رفت؟ پس بیاییم، فرصت کم است. بیاییم، فرصت کم است. وقتی در بازار یکم چیز عرضه می شود میگه فرصت کم است، محدود است، روزها محدود است، زود باید ثبت نام بکنیم. عزیز من، الله هم میگوید بندگان من روزها محدود است، فقط چند روز باقی مانده از این مهمان خدا. تو هم مهمان خدا هستی. قدومت مبارک، قدم هایی که گذاشتی مبارک، ولی بدان عزیز من که باید تصمیم خود را محکم بگیری، عزم محکم و راسخ ببندی. اگر تا این دم نشده، از این به بعد جوانانی که در هفته قبل نبودن این جمعه آمدن، یک تعهد جدید با الله رب العزت و الجلال. موضوع صحبت از شب قدر این امت را باید دانست. از شب قدر این امت را باید دانست. فقط شب قدر، چند شب مانده که رسیدیم به شبهای قدر. الان میشنوی درباره این شب مبارک و جایگاه خود. خواهد دانستی که رب العزت و الجلال چه اندازه به من و تو محبت دارد. ما آمدیم اخیر روز، ما آمدیم بعد از اینکه آفتاب نزدیک به غروب است. یهود و نصارا تمام روز زحمت کردن، تلاش کردن. در اخیر روز امت محمد امین با آواز بلند صلی الله علیه و سلم آمدن. الله مزد پوره را به این امت داد. یک مرد، امام فخرالدین رازی میفرماید یک مرد در بنی اسرائیل 400 سال الله را عبادت کرد. چند سال؟ 400 سال الله را عبادت کرد. در روز قیامت الله رب العزت و الجلال یک امت ضعیف پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را می آورد که بعد از بلوغ 40 سال خدا را عبادت کرده. بعد از این که بالغ شده 40 سال الله را عبادت کرده. وقتی این بنده را می آورد، برای این بنده بالاترین اجر و پاداش را می دهد. این مرد بنی اسرائیلی به الله می گوید پروردگارا تو خو اعدل العادلین هستی، عدالت میکنی. من 400 سال عبادت کردم ولی این بنده تو 40 سال عبادت کرده. این همه مزد بزرگ برای این میدی در حالی که من 400 سال عبادت کردم. الله رب العزت و الجلال میگوید این امت محمد است صلی الله علیه و سلم. این امت حبیب دل هاست. تو درست 400 سال عبادت کردی، برای شما وعده های عذاب معجل داده شده بود که در دنیا به شما اگر نافرمانی کردین عذاب می آید، اما به امت محمد صلی الله علیه و سلم عذاب معجل وعده داده نشده. و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الله این امت را هرگز عذاب نمی کنند تا زمانی که این امت استغفار طلب می کنند. و الله رب العزت و الجلال میگه ای رسول صلی الله علیه و سلم، تا این که تو در میان این امت هستی الله این امت را عذاب نمی کنه. پس این امت اگرچه در امن بودن از عذاب معجل در دنیا، ولی الله را باز هم عبادت میکردن. 40 سال عبادت این بالاتر از 400 سال عبادت شما هست. این لطف حضرت حق سبحانه و تعالی در حق این امت است. گفتم از شبهای قدر این امت را باید دانست. عزیز من، گویا این که ماه مبارک رمضان آمد، هر چیز در این دنیا قلب دارد. حتی این زمینی که ما زندگی میکنیم به خود قلب دارد. الله رب العزت و الجلال ماها را 12 ماه قرار داده. در میان این ماها قلب برای این ماها قرار داده که رمضان است و این رمضان 30 روز است. الله رب العزت و الجلال در رمضان هم قلب قرار داده که اون شب قدر است، که اون شب قدر هست. الله رب العزت و الجلال یک پیشکشی ویژه و خصوصی برای اون امت.
علما میگن اجماع علمای امت اسلامی هست بر این که این شب قدر مخصوص امت محمد است. یک بار بگوین صلی الله علیه و سلم. مخصوص ما و تو بی وفا، مخصوص ما و تو امتی که امتی نکرده، مخصوص ما و تو بنده‌ای که بندگی نکرده، مخصوص ما و تو بنده‌ای که هنوز به معنای واقعی الله را نشناخته. ما به هر شی شناخت پیدا کردیم. اگر مهندس شدیم خیلی میدانیم از مهندسی، اگر علم پیدا کردیم خیلی رفتیم، اگر طبیب شدیم خیلی از طبابت میدانیم، اما چیزی که امروز نمیدانیم دین الله هست. خیلی کم از این دین با خبریم. حتی واجبات نماز خود را درست نمیدانیم. ما خدای خود را خوب درست نشناختیم. اما این نعمت و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان. به کدام یکی از نعمتهای پروردگار عالم شما تکذیب میکنیم؟ کدام یکی از نعمتهای خدا را شما میشماریم؟ اگر شما نعمتهای خدا را بشمارین شما شماریده نمیتوانید. این لطف در حق ما از کدام آدرس است؟ از آدرس محبوب دلها هست، محمد امین صلی الله علیه و سلم. این پیامبر، این ذات خیلی به پیشگاه خدا با ارزش است، خیلی قیمتی است که اون اسمش هست احمد، یک اسمش هست محمد. در آسمان ها احمدش خوانند و در زمین محمدش خوانند. در هر گوشه و کنار زمین محمد 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 صدا زده می شود. به برکت این نبی من و تو این اندازه ارزش پیدا کردیم. تو را به ایمان جواب بگو که ما امتی کردیم. در این ماه مبارک رمضان امروز چقدر مصروفیت های یک جوان مسلمان زیاد شده. همین که ماه مبارک رمضان می آید مصروفیت خود را چند برابر می کنیم در دنیا. عزیز من، این ماه مصروفیت عبادت است که باید ما خود را مصروف عبادت الله بکنیم. چرا در تراویح نیستی؟ در سفر بودم، ناوقت از بازار برگشتم. عزیز من، کی توبه میکنی؟ کی عبادت میکنی الله را؟ روز اول، شب اول تراویح در داخل مسجد صفها پر هست، روز دوم دیگر یک صف کم میشود، روز سوم صف دیگر کم میشود. ای وای به این بندگی که ما میکنیم، ای وای به این بندگی که ما میکنیم. گر تو طلب داری بیداری شبها کو. اگر ما از خدا طلب داریم، اگر مشکل داریم، اگر رنج داریم، الله میگه گر تو طلب داری بیداری شبها کو. با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. شاید کسایی در مجلس ما باشه که در این سحری 16 شب گذاشته یک مرتبه هم تهجد نخوانده باشد. باور بکنین در مسیر هفته چندین تماس پی هم میآید که جناب مولانا ما در کار هستیم، هوا گرم است، اجازه است ما روزی خود بخوریم. چقدر غافلیم. شاید در وقت سحری که وقت عبادت و طاعت و گریه هست، شاید بعضی جوانان باشن که هنوزم مصروف پیام کردن به دختران مردم باشن، هنوز هم چیک میکنن واتساپ خود را که کی پیام به من گذاشته، کی به من جگر و نفس گفته. ای عزیز، یک بار واتساپ خدا را چک کن، یک بار برو سر به واتساپ الله بزن که در وقت سحری چند بار به تو میگوید بنده ام تو را زیاد دوست دارم، بنده ام این کائنات برای تو، بنده ام لیل و نهار برای تو، ذخیره های دنیا برای تو، رضای من برای تو، جنت من برای تو. چی کردی تو؟ عزیز دل، بیاییم، فرصت داریم. برگرد جوان، فرصت داریم. شاید خیلی افسوس بخوری. حتی حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه می فرماید اگر کسی در روزهای ماه مبارک رمضان تصمیم بگیرد، وقتی که روزه هست در وقت نمازها دستای خود را به سمت آسمان بلند کند و دعا کند که خدایا این که رمضانت گذشت من از بندگی تو بیرون نمی روم، این که رمضان تو گذشت من تو را ترک نمی کنم، این که رمضان تو گذشت من به تو پشت نمی کنم،
چقدر هستن انتظار میکشن چه وقت روز عید بیاید که شروع کنیم به گناه خود ما. اگر این باور را داری تجدید ایمان باید کرد. اگر این باور را داری رمضان تأثیر نکرده. بعضی ها چه میگن رمضان هیچ تأثیر به ما نکرد. رمضانی که به اون تأثیر نباشه و رمضان است. روزه‌ای که به اون تأثیر نباشه به اون روزه هست. میگه به ما هیچ تغییر نیاورده. بعضی ها هم رمضان تیر میشه خود وزن میکنن 3-4 کیلو وزنشان هم بالا رفته. رمضان آمد تا تو گرسنه شوی، رمضان آمد تو تشنه شوی، رمضان آمد تا ضعیف شوی، رمضان آمد تا رگهای تو ضعیف شود و شیطان در داخل رگهای تو نتواند قرار بگیرد. شیطان از رگهای تو بیرون شود. اما آنقدر خوردیم در سحری و آنقدر سر شب خوردیم که وقت اخیر رمضان وزن میکنیم چند کیلو وزن ما هم بالا رفته. شاید به خدا هم منت بگذاریم که خدای ما که روزه گرفته، ما که روزه گرفتیم.